بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما مادران عزیز. در این ویدیو درباره مراقبت‌های مهم بعد از ولادت صحبت می‌کنم. دوران بعد از ولادت یکی از مهمترین زمان برای سلامت مادر و سلامت نوزاد است که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارد. نکته اول، استراحت کافی مادر. بدن مادر بعد از ولادت ضعیف و خسته است و مادر باید استراحت کافی داشته باشد. از انجام کارهای سنگین و شاق خودداری کند، چون استراحت مناسب به بهبود سریعتر بدن مادر کمک می کند. نکته دوم، تغذیه سالم و مقوی است. تغذیه مناسب بعد از ولادت خیلی مهم است. مادر باید از غذاهای مقوی مانند سوپ، سبزیجات، میوه‌ها، گوشت، تخم مرغ و لبنیات استفاده کند و همچنان نوشیدن مایعات گرم و آب کافی برای تولید شیر مادر خیلی ضروری است. نکته سوم، شیردهی به نوزاد. شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد است. بهتر است شیردهی از ساعات اول بعد از ولادت آغاز شود و مادر باید هر 2 ساعت بعد به نوزاد شیر بدهد تا بهتر رشد کند و هر قدر زود به نوزاد شیر داده شود باعث افزایش شیر مادر می شود. نکته چهارم، رعایت نظافت و بهداشت است. رعایت بهداشت بعد از ولادت مهم است. مادر باید همیشه بدن خود را تمیز و پاک نگه دارد و اگر زخم یا بخیه دارد به آن توجه کند تا از عفونت‌ها جلوگیری شود. نکته پنجم، توجه به علائم خطر است. در این دوره علائم مانند خونریزی زیاد، تب، درد شدید یا ضعف و سرگیجه شدید اگر نزد مادر پیدا شود باید فوراً نزد دکتر مراجعه کند. خب دوستان عزیز، در این دوره استراحت و آرامش روحی و حمایت شوهر و خانواده ها به بهبود سلامت مادر و رشد بهتر نوزاد خیلی مهم و ضروری می باشد. اگر این معلومات برایتان مفید بود، ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید.